دخترکای عزیز، اپا و خواهرکا، سلام علیکم، خوش آمدید به کانال من. انشالله که خوب و تنسیت هستید. تا آخر رمضان فقط 10 روز دیگر مونده است. 20 روز رمضان سپری شد. دهه رحمت، دهه مغفرت و حاضر باشد دهه عتق من النیران، یعنی که از آتش جهنم ما را حفاظت کن ای پروردگار. انشالله که در این 10 روز آخر از فرصت های استفاده بریم. دخترکای عزیز، این چند روزه من ویدیو نکرده بودم. البته ویدیو کرده بودم، منتج نمیکردم. اصلا دستم در منتج کنی یا نمیرفت، در کار نمیرفت. به حد زیق بودم به خاطر گپ و چپای آخر ده. خیر خداوند خودش هممون در پناه خودش نگهبان باشه و رحمی هممون بخوره. چیکار کنیم؟ خیر دوستان، همینجا در ما 2 روز افطاری که تیار کردم، مستوه و اوگرو تیار کردم. خیلی مستوه اوگرو اینا چیاش همش معلومن، همه میدونن. ما با گوشت مرغ تیار کردم چیره مستوه را. بعد همه خیل پیاز، کارتوشکا و بلگر سبزی را انداختم، سرخ کردم. پریپرا ها را همراه تمد انداختم و بعد از اون آب و بعد از اون برنج پیشتر تر کرده بودم انداختم. تمام. هذا شهر الغفران يغفر ذنبي رحمن زدني من الإيمان يا رحمن أعن على الصيام أعن على القيام في شهر رمضان يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفار يا حنان يا منان يا لطيف يسر لي حفظ القرآن واحفظني من زلة لساني أعظني من العصيان واعتقني من النيران يسر لي حفظ القرآن واحفظني من زلة لساني أعظني من العصيان واعتقني من النيران رمضان هذا شهر الغفران يغفر ذنبي رحمن زدني من الإيمان يا رحمن أعن على الصيام أعن على القيام في شهر رمضان يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفار اینجا دم یک روز دیگر افطاری ما بود. همه خیل اوگرو تیار کردم. این اوگرو در هر کجا هر خیل نام میگیرن. در طرفی ما اینا آتلای تپه گفته میشوه. خیلی با اوگرو میگن، نمیدونم با آشو برده میگن چی میگن. خلاصه که نمین چیره گوشت را سرخ کردم، سبزی، پیاز، کارتوشکا همه اینا را انداختم و بعد از اون تمات پریپراها و آب و همه را انداختم. بعد من لبشه گرفته بودم برای که از اون خاطر که من جای خمیر پهن کردن اینو ندارم، مجبورم که لبشه بگیرم. شهر الغفران يغفر ذنبي رحمن زدني من الإيمان
لساني أعظني من العصيان واعتقني من النيران يسر لي حفظ القرآن واحفظني من زلة لساني أعظني من العصيان واعتقني من النيران رمضان هذا شهر الغفران يغفر ذنبي رحمن زدني من الإيمان يا رحمن أعن على الصيام أعن على القيام في شهر رمضان يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفار يا حنان يا منان يا لطيف يسر لي حفظ القرآن واحفظني من زلة لساني أعظني من العصيان واعتقني من النيران يسر خیلی دوستان خیلی دیگه موندم جوش اومد و غوض شده تیار شد افطاری ما هم. دوستان عزیز اگر که ویدیو به شما معقول شده باشد لایک و پادپیس کنید دستگیری کنید مرا. رحمتی کلام به هر یک و یک نگاه شما. خدا یار و نگهداری همه شما.